با توجه به منابع تاریخی هیچ کجا اثری از ازدواج کوروش با محارم نیست. ادعی با بیان این موارد نادرست درباره کوروش بزرگ گوی قصد تخریب وی را دارند. کوروش ستیزان از برخی اختلاف منابع سوء استفاده کردند و موضوعی نادرست را به کوروش بزرگ نسبت دادند. گتسیاس که دختر آستیاگ را به عنوان همسر کوروش معرفی می کند، اظهار می دارد که کوروش و آستیاگ نسبت خانوادگی نداشتند. پس اصلاً خاله کوروش بزرگ نبوده و ازدواج با محارم نبوده است. البته نوشته های گتسیاس تناقضات زیادی دارد و در بسیاری از اوقات با آثار باستانی همخوانی ندارد. به روایت گزنفون، کوروش در میان مردان روزگار خود در دلیری و